به قسمت دوم آموزش کامل بازی همستر خوش اومدید. لطفاً ویدیو رو برای دوستای همستر بازتون بفرستید و پیج رو فالو داشته باشید. اینم برای آپدیت های اینجا بود که انرژی لیمیت هم برای آپدیت حجم مخزنمونه. خب میریم سراغ تب بعدی که تب ماین اسمشه. اینجا میتونیم کارتامون رو آپدیت کنیم. 4 تا سربرگ داره. اولیش مارکت، پیارنتیم، لگاله و اسپیشیاله. اینجا میتونیم کارتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم و کارتایی که برامون میصرفه رو آپدیت کنیم، یعنی کارتایی که سکه کمتری ازمون میگیره و از اون طرف پروفیت بیشتری بهمون میده. مثال میزنم، کارت 100X رو انتخاب میکنیم. برای من زده 3,600,000 تا باید بدم که در ازاش 2,700 تا روی پروفیت هم بره. حالا کارت کناریش که کارت X75 اینو میزنم، این برای من گفته 2,500,000 تا سکه باید بدم تقریبا، در ازاش 2,800 تا روی پروفیت هم میبره. پس این X75 برای من به صرفه تر آپدیت کردنش. کارتا رو اینطوری با هم دیگه مقایسه کنید، اونایی که براتون ارزون تره و در ازای سکه کمتری پروفیت بیشتری بهتون میده اونا رو آپدیت کنید که لولتون بالا بره. بخش آخرم اسپیشیال، کارتا جدید که بیاد توی قسمت نیو کارت میره، کارتایی که استفاده کردید توی نیو کارت میاد توی مای کارت و کارتایی هم که انقضاشون تموم میشه توی این بخش آخر میست میره.